بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. اذا السماء انفطرت وقتی که آسمان شکافته شود و اذا الكواكب انتثرت و وقتی که ستارگان از هم فرو ریزند و اذا البحار فجرت و وقتی که دریاها با شدت روان کرده شوند و اذا القبور بعثرت و وقتی که گورها زیر و زبر کرده شوند. علمت نفس ما قدمت و اخرت. هر نفس بداند که چی چیز پیش فرستاده بود و چی چیز باز پس گذاشته بود. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ای آدمی، چی چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرده است؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. آن خدایی که تو را بیافرید پس تو را درست اندام کرد، پس تو را به اعتدال آورد. في أي صورة ما شاء ركبك. در هر صورتی که خواست تو را ترکیب داد. كلا بل تكذبون بالدين. هرگز چنین نیست، بلکه آمدن قیامت را دروغ می شمارید. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. به درستی که بر شما نگهبانان گماشته شدند، كِرَامًا كَاتِبِينَ. نویسندگان گرامی قدرند يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. که می دانند شما چی می کنید. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. همانا نیکوکاران در نعمت باشند وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. و همانا گنهگاران در دوزخ باشند يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. که روز جزای اعمال به دوزخ درآیند وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. و از آنجا غائب نشوند. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. و چی می دانی که روز جزا چیست؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. باز چی می دانی که روز جزا چیست؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. روزی است که هیچ کس برای هیچ کس فایده رسانیده نتواند. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. و آن روز فرمان خدای راست.